خدا خر را آفرید و گفت تو بار خواهی برد از زمانی که آفتاب بدمد تا شب و 50 سال عمر خواهی کرد. خر گفت میخواهم خر باشم اما فقط 20 سال عمر کنم. خدا پذیرفت. خدا سگ را آفرید و گفت تو نگهبان خانه انسان خواهی شد و هر چه دادند خواهی خورد و 30 سال عمر میکنی. سگ گفت میخواهم سگ باشم اما 30 سال زیاده، 15 سال کافی است و خدا پذیرفت. خدا میمون را آفرید و گفت تو مدام از شاخه ای به شاخه ای میپری و 20 سال عمر میکنی. میمون گفت میخواهم میمون باشم اما 10 سال عمر کافی است. خدا انسان را آفرید و گفت تو اشرف مخلوقاتی، سرور تمام زمین و 20 سال عمر میکنی. انسان گفت میخواهم انسان باشم اما آن 30 سالی که خر، 15 سالی که سگ و 10 سالی که میمون نخواست به من بده. و این چنین شد که ما فقط 20 سال مثل آدم زندگی میکنیم، بعد ازدواج میکنیم و 30 سال مثل خر کار میکنیم و 15 سال نگهبان خونه و بچه هامون میشیم و آخرش هم مثل میمون از خونه دختر به خونه پسر و از خونه پسر به خونه دختر میدویم و واسه نوه هامون شکلک در میاریم. اگه موافقین لایک کنید.